سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین، تنصیحات هستین. شخصانی که نو به کانال ما پادپیساتsia کردن یا که ویدیوی ما را یکم بار تماشا میکنن، یک بار دیگه خوش آمدید به کانال ما. حتما پادپیساتsia کنین و به فکرم که پشیمان هم نمیشید. ولاگ‌های ما میشن از شهر دوشنبه، از وطن یعنی از تاجیکستان. حتما ما را همراه باشین، دستگیری کنین و کمترک معلومات درباره نمی کانالمون دادنیم. چی گفتنیم درباره کانالمون؟ میره گفتنیم که کانال ما اول کانالم هر نمود پختباز ها میماندم و خواستم کانالی ولاگ بکنم. این اولین ولاگ ما هست که من در کانال موندم و گپ زده ایستادم و امیدوارم که شما ما رو دستگیری میکنین در آینده ها و پادپیساتsia میکنین، لایک، کامنتاریاتون از ما دریغ نمیدارین. دوستان عزیز، ولاگ‌های ما میشد از نمی شهر دوشنبه، از کاربری خانه، از هر کوچه ها و از هر جای های شهر که ما گم سپر آمدیم. حتما برای شما کم باشد نوار گرفته نشان میدیم و باز از نمی کاربری خانه، پخت پز، هر نمود چیزایی که تیار میکنیم یا هر نمود هنرها و لایف هک ها میگن چی میگن، از ما هر نمود چیزها ما تیار کرده برای شما نشان میدیم. ما میدونم که همه بانوانی تاجیک، زنهای تاجیک همه هنرها را دارن، ولی باز یک چیز را از یک کس دیگر آموختن این خوبه. من بسیار وقت کوشش میکنم ولاگ‌های زنهای تاجیک تماشا میکنم که یک چیز باشد از هم آموزم. من میتونم کده ولی با طرز اصولی، با چیزی که با هر کس با چیزی خودش میکنه، چی میگن، خاصی خودش یا که با طرز خودش میکنه، من کوشش میکنم که باز با ریسپتیامو مثلا پختپز باشد با ریسپتیامو یا که یکم چی باشد به هم طرز اصولی هم تیار کردگی هم شخصا کنیم هم استفاده بریم یا که اجرا کنم که آیا هم نقصتر میشد یا که هم اصول طرز اصولی خودم بهتره. برای همون شما هم نوارهای ما رو تماشا کنین، یکم چیز از ما می آموزین یا که یکم چیز دیگه با ما پیشنهاد میکنین که ما از شما یاد میگیریم در زیر کامنتاریه ها. و باقی همه شما خوش آمدین یک بار دیگر. باز ما زیر جده یک کمترک آش تیار کردم و همراه فرزنداش دم میخوریم. دیجه باشد کمترک بلوچکا تیار کردم، به حد بلوچکای با مزه. به فکرم دائمی ریسپتش دائمی کانال هست. نم خیلی بلوچکای فصل نکی سرخک آمدن. نم خیلی دوستانی عزیز، چیزی ما کانالی ما ولاگ همون چخه گفتم از نمی جای کار موضوع ویدیو من در جای کار منتشر کردم، در جای کار کمتر آوازه. انم خیلی از جای کار چه کار رفتن، ما چی کار کردیم، چی کار میکنیم و چی مصلحت ها به شما دادن میخوایم. انم خیلی نوارها میگیریم و امیدوارم که شما هم با سخنه های خوب هر یک کمبودیا و چیزایی که از طرف ما میشد به ما پیشنهاد میکنین و ما میگین که ما چی کار نادرست کردیم و چی کار باید که درست اجرا کنیم. حتما کامنتاری ها و شما سخنه های شما را ما به نظر میگیرم و دیگر چی گفتنیم که انم خیلی پادپیساتsia کنین و لایک رو فراموش نکنین دوستانی عزیز. از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، به ما شدی به
بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازاکی غمی زنده جدایی سونای نبود بر نوا ساز دلی ما بدون بازایی کی دو تارو تاری ما نجون